به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. فتنه گوساله، جلد اول، نویسنده سید احمد حسن هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. این هم جزء کتابای ممنوعه هستش، هم جلد اولش و هم جلد دومش در اختیار من هست. برای شما قسمت هایی رو خواهم خوند، البته جلد دومش رو در یک پادکست جدا. به حاملان کلمه لا اله الا الله، به آنان که کفن پوش به دیدار پروردگار خویش شتافتند، به پیامبران، فرستادگان خداوند و امامان و ای سروران و گرامیان، این ناتوان به پیشگاهتان سلام می کند و این بضاعت اندک را عرضه می دارد و با قلبی آکنده از توحید حضرت الله و تسلیم در برابر شما می گوید ما و خاندانمان به نابسامانی و سختی حال گرفتار آمده ایم. بر ما بخشیده و دستگیری کنید که خداوند صدقه دهندگان را پاداش خواهد داد. خداوند متعال می‌فرماید، من از قسمت‌های عربیش فاکتور می‌گیرم، فقط ترجمه‌ش رو براتون می‌خونم. روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می‌گفتند نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتو برگیریم، به آنها گفته می‌شود به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. در این هنگام دیواری میان آنها زده می‌شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب. منافقان مسلمانان را آواز می‌دهند آیا ما همراه شما نبودیم؟ میگویند آری، ولکن شما خود را در بلا افکندید و دچار شک شدید و آرزوهایتان شما را فریفته کرد، تا آنکه فرمان الهی فرا رسید و شیطان فریبنده شما را در فرمانبرداری خدا فریب داد. پس امروز نه از شما و نه از کفار فدیه گرفته نمی شود. جای شما آتش است، همین آتش لایق شماست و بد جایگاهی است. در داستان‌های پیامبران پیشین و امت‌های ایشان که گاه پیرو پیامبران بودند و گاه پیرو سامری‌ها، گاه به یاری پیامبران می‌شتافتند و بیشتر اوقات آنها را تنها گذاشته و ستمگران و طاغوت‌ها را یاری می‌کردند. عبرت‌هایی است برای عبرت گیرندگان و پندهایی است برای هوشیاران. پس بحث در این مورد سرگذشت پیامبران پیشین ضروری است و در این میان یادآوری آنچه پس از وفات نبی اکرم رخ داد، یعنی کنار زدن جانشین آن حضرت و استیلا یافتن بر حکومت و فاجعه‌های غم‌انگیزی که این واقعه بر سر امت آورد که هنوز هم از عواقب آن به شدت رنج می‌بریم. ما را در فهم اتفاقاتی که پس از رحلت نبی اکرم برای امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش افتاد یاری می‌کند. همچنین در خلال بررسی تاریخ انبیاء پیشین و امتان ایشان می‌توانیم به امروز خود نیز نگاهی بیفکنیم و بدین وسیله توانایی آن را بیابیم که آنچه در آینده‌ای که خاتم اوصیا حضرت مهدی عجل الله و تعالی و فرجه الشریف در آن ظهور خواهد کرد اتفاق خواهد افتاد را تا حدی پیش بینی کنیم و دریابیم آنچه را که آن حضرت با آن مواجه خواهد بود، چه طاغوت‌هایی که مسلمانان را خوار شمرده و با حضرتش پیکار خواهند نمود مانند سفیانی و چه سامری‌ها، عالمان ناپاک و بی‌عمل. به همین دلیل این بنده ناچیز کم عمل و پرلغزش صلاح دیدم این مبحث را بنگارم و شاید مانعی باشد برای برخی مؤمنان از فرو افتادن و سقوط در آتش جهنم. پیشگیری بهتر از درمان است و البته همراه شدن با سفیانی یا عالمان ناپاکی که با مهدی علیه السلام پیکار می‌کنند درمانی جز نوشیدن حامیم و بهره‌مندی از زنجیرها و اغلال دوزخ ندارد.
دیگر اینکه شاید این اثر برخی از مؤمنان را برانگیزد تا برای ایجاد زمینه مناسب برای تشکیل و برپایی دولت لا اله الا الله بر روی زمین، یعنی دولت حضرت امام مهدی علیه السلام و دولت حق و عدل تلاش کنند. آن هم در زمانی که ظلمات و تاریکی بر گوشه گوشه عالم سایه افکنده و خیمه افراشته. طاغوت امریکا هر روز عرصه را بر ملت‌های مستضعف تنگ‌تر می‌کند و ساکنان کره خاکی را به سوی دوزخ راهنمون می‌سازد. و طاغوت‌هایی که بر ملت‌های مسلمان تسلط دارند، اگر خانه‌زاد طاغوت امریکایی نباشند، طاغوتی که تاریخ برای وی همانندی را به یاد ندارد، حداقل در پرستش شیطان با وی اشتراک دارند. ملت‌های مسلمان که مستضعف‌ترین ملت‌های جهانند از دو چیز رنج می‌برند. اول، تحت فشارهای طاغوت امریکایی و طاغوت‌های مسلط بر کشورهای خویشند و ثانیاً از طاغوت‌هایی که درون جامعه اسلامی هستند، یعنی آن دست از عالمان دین که بی آنکه به محتوای دین عمل کنند خود را اسلام مجسم می‌دانند، رنج می‌برند. و چه بسا برخی از این عالمان ناپاک ملت‌ها را بر پذیرش خویشتن برانگیختند و پیروان بسیاری یافتند تا به ایشان بی‌تحرکی و تسلیم در برابر طاغوت‌ها را بیاموزند و البته این امر حاصلی جز سلطه طاغوت‌ها و خواری و بیچیزی برای ملت‌ها ندارد. بدینسان پیکاری مداوم در درون و بیرون جریان دارد. دشمن کافر دائما ضربه میزند و منافق از درون ارکان دین را میپوشاند. فرعون و سامری، پیلاتس و عالمان بیعمل و ناپاک بنی اسرائیل. طاغوت جنگی را بر ضد دین آغاز نموده که هیچ نرمش و سازش کاری در آن نیست. تلویزیون آیاتی از قرآن کریم را پخش می‌کند، سپس بعد از چند لحظه ترانه‌ها و زنان نیمه قرآن و سریال هایی به نمایش می‌گذارند که هدف از ساخت و پخش آنها از هم گسیختن ساختارهای اسلامی جامعه، یا بهتر بگویم آن اندک باقی مانده ساختارهای اسلامی جامعه میباشد. تراشیدن ریش و بلند کردن سیبیل همان رویه هایی که مجوس در زمانهای گذشته معمول می‌داشتند، در نظر اینان همانا اسلام است. هر که کلمه لا اله الا الله را بر زبان براند کشته می شود و اهل بینش به اسارت برده می شوند و خانه اش ویران می گردد. مصیبت هولناک آنکه برخی از ایشان خود را عرب می دانند و این اعمال را به اسم عربیت انجام می دهند. بر زنان ستم روا می دارند و به ناموس و شرف مردمان تجاوز می کنند و در زندانهایشان انبوهی از زنان و کودکان گرفتارند، در حالی که یک عرب شرافتمند وقتی مبارزه می کند با مردان درگیر می شود و به زنان کاری ندارد. به کدام عربیتی خود را منتسب می دانند این وحشیان؟ این باقی مانده های اقوام مغول و تاتار. اینان روی بشریت را سیاه کردند و جرایم و رسوایی هایی به بار آوردند که عرق شرم بر پیشانی فرعون و نمرود نشانده. در سوی دیگر سامری عالم بیعمل قرار دارد که برای منحرف ساختن شریعت می‌کوشد و خود را به امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا با زبان و در صورت امکان با دست و شمشیر موظف نمی‌داند و مکلف نمی‌سازد و فرموده پیامبر را به فراموشی می‌سپارد که فرمود یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و یا بدترین شما بر شما مسلط خواهد شد. آنگاه نیکانتان دعا می‌کنند و دعایشان مستجاب نمی‌شود. و آیا پلیدتر از طاغوت‌هایی که امروز بر امت اسلامی مسلطند یافت می‌شود؟ نتایج موجود است. پس لابد مقدمات موجود بوده که به انتاج چنین نتایجی انجام میده و این مصیبتی است که تا امروز ادامه دارد. بنابراین آنچه امروزه سبب تسلط طاغوت بر جوامع اسلامی و مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمودند و این واجب را به فراموشی سپردند، آن است که عالمان بیعمل این فرضیه را تعطیل نمودند و چون عالم فاسد شد، عالم به تباهی کشیده می شود.
تا آنجا که امروز ریشه های ذلت، خضوع، تسلیم در برابر طاغوت، حب دنیا و حب حیات و ترس از مرگ در جان بیشتر مسلمانان به طرزی عجیب و غیر طبیعی استوار گردیده. به جایی رسیدند که زندگی با ذلت را از مرگ با عزت برتر می‌شمارند و این گونه است که انسان واژگون می‌گردد و معیارها را واژگون می‌یابد و این آرزوی دست نیافتنی شیطان لعنت الله است. اینکه ملت‌های مستضعف و مسلمان در گیرودار چکش و زندان بمانند بی تحرک و حیران، یا بهتر بگویم بمانند میان فرعون و سامری، میان طاغوتی که فساد می‌کند، می‌کشد و غارت می‌کند و عالم بی‌عملی که نه امر به معروف می‌کند و نهی از منکر و در پس پرده طاغوت امریکایی سررشته‌ها را به دست دارد و عروسک‌ها را به چپ و راست هدایت می‌کند و بدین ترتیب از اسلام جز نام آن چیزی باقی نخواهد ماند. آنچه امروز بر علما واجب است به عهده گرفتن اصلاح اسلامی است. آنچه بر ایشان واجب است پذیرفتن سنگینی رسالتی است که خود را در معرض آن قرار داده‌اند. و شما ای طلبه‌های علوم دینی و ای علمای اسلام، چه شیعه و چه سنی، آیا بر این باورید که همه آنچه شما بدان مکلفید همین تحصیل علوم عقلی و نقلی است؟ بدون آنکه به علمتان عمل کنید و امر به معروف و نهی از منکر کنید و این امور را یعنی تحصیل علوم عقلی و نقلی را در ضمن تکلیفتان که اصلاح امت و رساندن دین به مسلمانان و جهاد در راه خدا با گرانبهاترین و نفیسترین منطقتان است به جای آوردید؟ اگر چنین میپندارید باید به شما بگویم که سخت در اشتباهید. تحصیل علوم عقلی و نقلی مشکل نیست، اما اینکه غذای خود را 3 روز به اسیر و در راه مانده و یتیم و مسکین بدهی و شکمت از گرسنگی به پشت بچسبد چنانکه امیرالمؤمنین و اهل بیتش عمل نمودند بسیار مشکل است. اینکه عمرت را صرف نیکبختی مردمان و جلوگیری از تجاوز و ظلم در حق ایشان گردانی بسیار سخت است. اینکه همه چیزت را در راه خدا بدهی همانطور که ابا عبدالله الحسین علیه السلام چنین کرد بسیار دشوار است. سلام بر تو ای ابا عبدالله، پدر و مادرم به فدایت باد. همه چیزت را فدا کردی و هیچ باقی نگذاشتی، حتی زنان و طفل شیرخوارت را. و برای آنان که تو را ترک کردند و یاری ننمودند حجتی باقی نگذاشتی. آقایان، اگر شما به تحصیل علم و عبادات خود بسنده کنید، همه آرزوها و خواستهای طاغوتیان را برآورده ساختید. زیرا آنان می‌خواهند شما را به مشتی عابد بی مصرف مبدل سازند. هرچند عالمی را که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند نمی‌توان عابد دانست. اما با این همه آنچه از معصومین علیه السلام وارد شده این است که عالم از 70 عابد برتر است، به دلیل آنکه تلاش عالم این است که مردم را برهاند و عابد تنها به رهاندن خویش از مهلکه می‌اندیشد. از امام صادق علیه السلام روایت شده آنکه حدیث ما را بسیار روایت می‌کند و با آن قلوب شیعیان ما را محکم و استوار می‌سازد، از 1000 عابد برتر است. خداوند متعال می‌فرماید باید از هر گروهی چند نفر از ایشان به دنبال فقاهت بروند تا وقتی به سوی قوم خود باز می‌گردند آنها را انذار کنند، شاید بترسند. می‌فرماید تا قوم خود را انذار کنند، نه اینکه در خواب غفلت فرو روند. حتی نمی‌فرماید یک نفر را انذار کنند، بلکه می‌فرماید قوم خود را انذار کنند. آقایان، اگر اندیشه شما نجات خودتان است، پس نگویید ما طلبه علوم دینی هستیم یا عالم دینی هستیم و لباس اهل علم را نپوشید تا مردم را نفریبید. توبه! گرگ‌هایی به لباس میش در آمده نباشید، چنانکه امروزه بسیاری چنینند. این راه طلب دنیا و دستیابی به شهوات و آرزوها نیست. این راه به دوش کشیدن باری سنگین است، بار رسالت انبیا و معصومین علیه السلام. پس برحذر باشید و الا دنیا و آخرت خود را تباه خواهید ساخت. عیسی علیه السلام فرمود مثل علمای ناپاک همچون صخره‌ای میماند که بر دهانه رودی قرار گرفته، نه خود از آب می نوشد و نه آب را رها می سازد تا به سوی کشتزار روانه گردد.
در سال 1971 میلادی مطابق با سال 1350 شمسی که خمینی لعنت الله در نجف اشرف حضور داشت و شاگردانش از وی انتظار داشتند درسی در تهذیب نفس بر ایشان قرار دهد، ایشان چنین گفت: احساس می‌کنم تکلیف است. بعضی اوقات آقایان را به مصائبی که بر مسلمین وارد آمده متذکر سازم. سپس فرمود: حالا باز هم از من می‌خواهید از اخلاق صحبت کنم؟ ما تا وقتی به این اوضاع و احوال نیندیشیم مهذب نخواهیم شد و اگر مهذب بودیم قطعاً در مورد این مسائل و اوضاع تفکر می‌کردیم. به علمای بی‌عمل میگویم سیره خود را بر سیره انبیا و مرسلین عرضه کنید. به حمدالله در قرآنی که امروز در دسترس ماست به قدر کافی داستانها و سرگذشت‌های ایشان انبیای سلف موجود می باشد. آنگاه خواهید دانست سیره شما به تمام با ایشان مخالف است. پس یا به سیره انبیا و مرسلین بنگرید و یا از این مسیر دور شوید و راهزنان راه خداوند متعال نباشید. من به شما همانی را میگویم که عیسی مسیح علیه السلام به علمای بی‌عمل و متکبر یهود فرمود: وای بر شما! شما ملکوت آسمان را به روی مردمان میبندید، پس نه خود داخل میشوید و نه به آنها که قصد ورود دارند اجازه ورود میدهید. هوشیار گردید. پیش از آن که بدان چه کرده اید گرفتار آیید و بگویید وا حسرتا که در جوار پروردگار چه کوتاهی نمودیم. امروزه ریشه های اسلام و مسلمین در معرض نابودی است. آنگاه شما از من میخواهید بنشینم و از تهذیب نفس سخن بگویم؟ بیدار گردید پیش از آن که شمشیر پسر فاطمه از نیام خارج گردد. آنگاه است که از کردارتان که شما را در مقابل وی و دشمن وی قرار داده پشیمان خواهید شد. هوشیار گردید و به اشتباهات فاحش خود اعتراف کنید، چرا که ننگ از به دوزخ در افتان پایسته تر است. در همین هنگام دستیاری به سوی علمای عامل، مجاهد و بی‌اعتنای به دنیا که ظاهرشان تو را به باطن پاکشان دلالت می کند دراز می کند. آنان که شب و روز برای نشر کلمه توحید و گسترش عدالت در جامعه اسلامی تلاش می کنند. با اینکه آنها گروهی اندکند، اما همانطور که امام صادق علیه السلام در حدیثی در اصول کافی جلد 2 فرموده است: آگاه باشید خدا عمل آنها را مبارک می‌گرداند و خیر فراوان در آن قرار می‌دهد. پس سستی نکنید و نترسید، زیرا شما برترید اگر خدا بخواهد. خوشا به حال آنان که آشنای آسمانیانند و در زمین گمنام و تهیدستند، هرچند بسیار اهل عمل هستند. از خدا می‌خواهم با فضل و رحمت و عطایش مرا از خدمتکاران ایشان قرار دهد و در زمره ایشان محشور فرماید. با آنکه نادانیم بسیار و علم و عملم اندک است، چنین است که قصدی جز اصلاح ندارم تا آنجا که بتوانم و به زنده‌ای که نمی‌میرد متوسل می‌شوم تا از کسانی باشم که در راه خدا از سرزنش هیچ کس نمی‌هراسند و موفقیتم به اراده خداوند بستگی دارد که بر او توکل کنم و به سوی او باز می‌گردم. او سرپرست من است و هموست که شایستگان را سرپرستی می‌کند و به خدا پناه می‌برم از خواری در دنیا و آخرت. خود را در پناه صاحب ملک و ملکوت در می‌آورم و به دامان صاحب قدرت و جبروت چنگ می‌زنم و از صاحب عزت و لاهوت یاری می‌جویم. در مقابل هر آنچه که از آن می‌ترسم و از آن دوری می‌کنم و یاری می‌جویم از محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد. ستایش تنها از آن خداست. و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو، قوم فرعون. آیا آنان از مخالفت با پروردگار پرهیز نمی کنند؟ موسی عرض کرد: پروردگارا، از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند و سینه‌ام تنگ شود و زبانم به قدر کافی گویا نیست. هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند و برگردنم در نزد ایشان گناهی است، پس می‌ترسم که مرا بکشند. فرمود چنین نیست، شما با نشانه‌های ما پیش بروید، ما همراه شما هستیم و سخنانتان را میشنویم. ابلیس
وعده می‌دهد. خداوند سبحان می‌فرماید و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود من بشری را از گل می‌آفرینم. هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او سجده کنید. در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که تکبر ورزید و از کافران شد. گفت ای ابلیس چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی با دست خود آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از برترین ها بودی؟ گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل. ندا آمد از آسمان ها خارج شد که تو رانده شده ای. مسلماً لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود. گفت پروردگارا مرا تا روزی که انسانها برانگیخته میشوند مهلت ده. فرمود تو از مهلت داده شدگانی تا روز و زمان معین. گفت به عزت از سوگند همه آنها را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالصت را. از میان آنها گفت به حق سوگند و حق میگویم جهنم را از تو و هر کس که تو را پیروی کند پر خواهم ساخت. خداوند به ملائکه فرمود بر آدم علیه السلام سجده کنند. این سجده اعترافی بود عملی بر برتری آدم نسبت به ملائکه و این موجودات قدسی وی را مقدم داشتند و این کار با شأن ایشان و عالمی که در آنانند عالم عقل مناسبت داشت. این سجده بر جسد آدم نبود بلکه بر روح و حقیقت او بود و در واقع سجده بر حقیقت محمدیه و انسان کامل و حجاب اقرب بود و این خود متوجه شدن به سوی حی لایموت می باشد. حضرت حق زمانی فرمان سجده را صادر کرده که صورت مثالی را بر ماده آدم علیه السلام افاضه فرموده بود و از روح خود بر وی دمیده بود. در حدیثی از نبی اکرم روایت شده که فرموده الله سبحانه و تعالی آدم را بر صورت خویش آفرید و صورت خدا در حدیث مجاز است مانند یدالله که در قرآن آمده و منظور از قدرت خداست. اینجا هم منظور این است که آدم قابلیت تحصیل کمالات الهیه را تا بالاترین حدی که برای مخلوقات امکان دارد دارا می باشد. هرچند آدم علیه السلام به قاب قوسین او ادنا دست نیافت اما از فرزندان برگزیده‌اش محمد مصطفی بدان مقام راه یافت. ابلیس لعنت الله به گوشه‌ای از این حقیقت متوجه گشت اما سرکشی کرد و همراه فرشتگان سجده ننمود و به زمین عالم ناسود گرایید و به ماده و جسم آدم علیه السلام نظر کرد و آن را با ظرفیت وجودی خویش یا آتشی که از آن خلق شده بود قیاس کرد و چنین استنباط کرد که ظرفیت وجودی وی از ماده شریفتر است و حقیقت آدم علیه السلام و نزدیکی او به خداوند متعال را نادیده گرفت. پس ابلیس با آن علم بسیار و دامنه دار و عبادت طولانی در دوزخ سقوط کرد زیرا خدای را مخلصانه عبادت نمی کرد بلکه نفس خود را مخلصاً عبادت می کرد. با عبادت خود در صدد رتبه یافتن و برتری بر دیگران بود و همین کافی است برای سرنگونی وی. به همین خاطر امتحان سجده بر آدم علیه السلام برای ابلیس واقعی هولناک بود و صاعقه‌ای بود که بر سرش فرود آمد و بر آدم علیه السلام حسادت ورزید. اگر این مطلب را به تصور درآوری می‌بینی که ابلیس می‌گوید آیا بعد از این همه عبادت خداوند بنده ای را می‌آفریند که در بد و آفرینش برتر از من است؟ آیا بدانجا می‌رسد که ملائکه پایین‌تر از وی قرار می‌گیرند؟ این حجاب مانع شد تا ابلیس حقیقت آدم علیه السلام را نبیند و به دنبال بهانه تراشی برای سجده نکردن بیفتد و خود را بدان قانع سازد و با پروردگار خویش مجادله نماید. الله سبحانه و تعالی پاسخی جز لعن و طرد به وی نداد زیرا ابلیس از کسانی است که از سر ستم و برتری جویی و پس از آنکه مطلب را عمیقاً دریافتند انکار می‌کنند. خداوند متعال می‌فرماید آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی و فساد در زمین را ندارند. ابلیس لعنت الله جاهل نبود تا تعلیم گیرد، خطاکار نبود تا توبیخ و تأدیب گردد، بلکه عالمی بود متکبر، طغیانگر و برتری جو
که از لجاجت دست بر نمی داشت. جانش از بغض این آفریده جدید انباشته شده بود و وی را سبب طرد خود از رحمت خدا می دانست. و او و فرزندانش را دشمنان خویش قرار داد و از این رو تا روز برانگیخته شدن تقاضای مهلت کرد تا آنان را از صراط مستقیم گمراه سازد، اما خداوند تعالی وی را تا روز معلوم مهلت داد. سوره قصص آیه 83. آن ملعون تهدید کرد که بنی آدم را از صراط مستقیم منحرف سازد، اما خداوند متعال وی را تا روز معلوم مهلت داد و آن ملعون تهدید کرد که نبی اکرم را از صراط مستقیم منحرف می‌سازد. خداوند متعال می‌فرماید: گفت اکنون که مرا گمراه ساختی، من بعد سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می‌کنم. سپس از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به سراغشان می‌روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت. روز وقت معلوم همان روز قیام امام مهدی است، چنانکه در حدیث آمده که اسحاق ابن عمار میگوید از امام پرسیدم مهلت دادن خداوند به ابلیس تا وقت معلوم چنانکه میفرماید چگونه است؟ سوره اعراف آیه 16 و 17. فرمود وقت معلوم روز قیام قائم است، چون خداوند وی را برانگیزد در مسجد کوفه خواهد نشست و آنگاه ابلیس خواهد آمد و بر دو زانو خواهد نشست و خواهد گفت ای وای از امروز. آنگاه حضرت موی پیشانیش را میگیرد و گردنش را میزند. پس آن روز وقت معلوم است که مهلت ابلیس به پایان میرسد. در انجیل آمده که شیطان در قیامت صغری زمان قیام امام مهدی علیه السلام به بند کشیده خواهد شد. در رویای یوحنا آمده آنگاه دیدم فرشته ای از آسمان نازل شد که کلید دوزخ را حمل می‌کرد و از زنجیری بزرگ به دست داشت. آنگاه آن مار دیرین همان ابلیس یا شیطان را گرفت و برای 1000 سال وی را در بند نمود و در دوزخ افکند و بر آن قفلی زد و بدان پایان بخشید. پس بعد از آن تا 1000 سال پایان نگیرد، مردمان را گمراه نخواهد کرد و سپس برای مدتی اندک دوباره آزاد می‌گردد. سید ابن طاووس رحمت الله میگوید در صحف ادریس نبی ذیل سوال و جواب ابلیس و خداوند چنین یافتم. گفت پروردگارا مرا تا روزی که برانگیخته میشوند مهلت ده. فرمود نه، بلکه تو تا روز معلوم مهلت داری و آن روزی است که حکم حتمی نمودم که در آن زمین را از کفر و شرک و معاصی پاک سازم. برای آن زمان بندگانی را انتخاب نمودم که قلب‌هایشان را برای ایمان آزمودم و آن را انباشتم از ورع، اخلاص، یقین، تقوا، خشوع، صدق، حلم، صبر و وقار و بی‌اعتنایی به دنیا و آرزومندی بدان چه نزد من است. ایشان را داعیان خورشید و ماه قرار می‌دهم و در زمین جانشین می‌گردانم و آیینشان را که بر ایشان پسندیدم قدرت خواهم بخشید. آنگاه مرا عبادت می‌کنند و چیزی را شریک من نمی‌گردانند. نماز را در وقت آن به پای می‌دارند و زکات را در هنگامش پرداخت می‌نمایند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. در آن روزگار امانت بر روی زمین قرار می‌گیرد، پس چیزی به چیزی آسیب نمی‌رساند و چیزی از چیزی نمی‌هراسد. گزندگان و چرندگان در میان مردمان میآیند بی آنکه هیچ یک دیگری را بیازارد. زهر گزندگان را از ایشان میگیرم و برکات را از آسمان به زمین نازل میگردانم. زمین نیکوترین گیاهانشان را خواهد رویاند و همه ثمره‌ها و پاکی‌های خود را نمایان خواهد ساخت. رأفت و رحمت را بر ایشان القا می‌کنند به حدی که با یکدیگر به مواسات برخورد می‌کنند و نعمتها را به طور مساوی تقسیم می‌کند. فقیر بی‌نیاز می‌گردد و کسی بر دیگری برتری جویی نمی‌کند. بزرگ بر کوچک ترحم می‌کند و کوچک احترام بزرگ را نگه می‌دارد. به دین حق می‌گروند و بدان رو می‌کنند و بر اساس آن حکم می‌کنند. آنان که اولیاء من اختیار نمودم بر ایشان پیامبری برگزیده و جانشینی پسندیده، وی را بر ایشان نبی و رسول قرار دادم و ایشان را برای او دوستان و یاران اینانند.
امتی که برای پیامبر فرستاده و جانشین برگزیدم. آن زمانی است که آن را در علم غیب خود نهان داشتم و ناگزیر واقع خواهد شد. آن روز تو را و سپاهت را و همه وابستگانت را نابود خواهم ساخت. پس دور شو. همان تو از مهلت یافتگانی تا آن روز وقت معلوم. این داستان ابلیس عالم و عابد است که در دوزخ سقوط کرد و تکبرش وی را به جهنم افکند. در این داستان برای عبرت گیرندگان و هوشیاران پندهای فراوانی است. پس کجایند ای پند گیرندگان؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش‌های مداوم او با تکبر از بین رفت. او 6000 سال عبادت کرد که معلوم نیست از سالهای دنیا یا آخرت است، اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد. چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه هرگز. خداوند هیچ انسانی را برای عملی وارد بهشت نمی کند که برای همان عمل فرشته ای را محروم ساخت. فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است و بین خدا و خلق دوستی خاصی وجود ندارد که به خاطر آن حرامی را که بر جهانیان ابلاغ نموده حلال نماید. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. من 40 صفحه از این کتاب رو براتون خوندم. البته خب صفحاتش کوچیک بود و 300 صفحه است این کتاب. امیدوارم که بتونین این کتاب رو پیدا کنید و برای خودتون بخونید. انشاءالله در پادکست دیگه جلد دوم این کتاب رو هم برای شما خواهم خوند. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.